پدر مادرای عزیز، پدر مادرای محترم، خواهش میکنم بچه هاتون رو تو کوچه خیابونا رها نکنید، تنها ول نکنید، با خودتون ببرید و بیارید. این خانم که میبینید ماسک زده و چادری و حجاب داره، خیلی راحت بچه رو با یه دونه ماسک بیهوش میکنه و برمیداره میبره. بماند که حالا تجاوز میکنن یا چیکار میکنن یا میبرن اعضای بدنشون رو در میارن و میفروشن، که اینها رو خبرهاش رو هم شما شنیدید. خواهش میکنم بچه‌هاتون رو ول نکنید. این کلیپ هم تا جایی که میتونید منتشر بکنید. کلیپ رو ببینید. بچه‌های کوچیک رو چجوری تجاوز میکنن؟ از نادانی شما پدر مادرها، از نادانی شما خانواده‌ها. آقا بچه‌ها رو وقتی ول میکنین به امون خدا، فکر بعدهاش هم بکنین دیگه. ببینین این خانومی که با لباس محجبه رفتن محل چجوری بچه رو تو صدم ثانیه با یه ماسک بیهوش کننده بیهوش میکنن و میبرن. آقا این بچه رو اینجوری تجاوز میکنن دیگه. جان مادرتون، جان عزیزتون، تا میتونین ویدیو رو اطلاع رسانی کنین، استوری کنین تا دست به دست بچرخه، برسه دست خانواده‌ها، هوشیار باشن.